دادگاه شهر دوشنبه شکایتی کاساتسیونی نیلوفر رجبووا به تغییر گذاشت. این سکین پایتخت را ماه گذشته برای پوشیدن سطر بازداشت و سپس برای مید افباشی 550 سومانی جریمه کردند. وزارت امور داخلی آن زمان گفت که پرونده رجبووا بر پایه شکایت شهروند رانو عبداللهیوا برای سخنان قبیح تحقیرآمیز به دادگاه ارسال شد. نیلوفر رجبووا میگوید از حکم دادگاه راضی نیست. судья Азизматзода Хуршед, من با همراه وکیلم رفتم، وکیل دفاع همراه با او رفتیم. 5 نفر بودن در اتاق مرافعه سودی. بله. و یوسف زاده باز یک شخص دیگر شهرت زاده نسباشون نمیدونم، همراه با همون مرافعه میرفت. چی گفتند؟ شرح ندادند که چرا بیکار گذاشته میشه، به تغییر گذاشته میشه؟ یگان چی نگفتند، فقط گفتند که به تغییر گذاشته میشود. اگر خواهین مرحمت باز بالاتر رفته شکایت کنید. البته میبرم بالاتر شکایت، چون که من راضی نیستم. وقتی که من گناهی ندارم برای چی من رو جریمه میکنم؟ و همین خاطر بله با بالا نیست شکایت میکنم. نیلوفر رجبووا قبلا از خشونت و آزار از سوی پلیس به دادستانی کل تاجیکستان هم شکایت برده بود. او گفت تا هنوز نسبت این شکایتش از سوی مقامات چراندیشی نشده است. در ضمن مقامات تاجیکستان همیشه وجود همه گونه عملیات و بازداشت برای پوشیدن سطر را رد میکنند. و اگر میخواهید درباره این موضوع بیشتر معلومات بگیرید، پس بازم رو بیارید به وبسایت رادیو آزادی و یا به کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو.